سلام دوستان عزیز من، حالت خوب باشه. اومده امروز با ویدیو PS 2017 بچه امروز اومدم چطوری باید سانیو چطوری باید پنالتی باشه بازی کنیم و مثل لیگ. خب آقا ما میریم توی ردیف هومی رو رد میکنیم، میریم از سمت چپ میریم چهارمی. این مثل لیگه، میتونید شما برین بازی کنید، سیو و این چیزا، یه تیم رو انتخاب کنید، برین اشغال بازی کنید. بله اینطور میبینید، اینطور شما میبینید که مثل لیگ زده. اوکی ایناش حالا بعدا درد سر داره. یه تیم رو انتخاب میکنید، یه کشوری و خب فعلا ما میایم بیرون. خب بهتون یاد بدم حالا چطوری با پنالتی بزنید وقتی داری با 2 نفر بازی میکنی. آقا شما میرین تو متش میبینی هم یه دونه همین اولی میزنن. آقا دیگه اولی رو نزنین، برین روی دومی، پنالتی میشه. وقت اضافه با پنالتی بازی میکنین، شما خیلی راحت و ساده بازی میکنین. اینم از تنظیمات آفه، دیدین آن کنین یا آف کنین، ولی آفت باشه. خب همین دیگه حرفی ندارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا این ویدیو دیگه فعلا بای.